ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 2 ایول سال 2024 خبر داد که کارمندان میلیته پایتخت تاجیکستان ضمن گذرانیدن چاره‌بینی سنجشی شهروند خدای نظرف محمد رافع سال تولدش 2005 ساکن شهر دوشنبه را تکرارا برای با خود گرفته گشتن صدای سرد بازداشت نمودند. هنگام کوفتکوف از محمد رافع یک عدد کارت دریافت و مصادره کرده شد. وابسته به این حالت نسبت به خدای نظرف محمد رافع پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده. نسبتش جزا در نمود حبس مأموری به مدت 3 شبانه روز تعیین کرده شد. خود خدای نظرف یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند. میلیس دوشنبه با نشر امور رسمی خبر داد که از جانب کارمندان میلیس پایتخت در نتیجه عملیات سنجشی در دوام 6 ماه سپری گردیده سال جاری در عموم 62 عدد پردمیت‌های به صفت سلاح سرد استفاده شونده دریافت و مصادره کردند. از این شمار 51 عدد را کارت‌های گوناگون تمغه، 7 عدد را کاستت، 2 عدد را بیتا و 1 عدد را الکتروشوکر و تبر تشکیل می‌دهند. میلیس در اطلاعش افزود نگرانی کننده آن است که 6 عدد چنین پردمیت‌ها محض در دست نابالغان دریافت و مصادره کرده شدند. گفته می شود نسبت به والدان آنها طبق طلبات ماده 90 کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شدند. این بند قانون همچون جزا برای خنک نظری در تربیت فرزندان جریمه را به مبلغ از 216 تا 360 سامانی پیش بینی می‌کند.